ندیدی پخته به اوی رو دهقان فرخاره میگوید که دلش به این نهالها و زحمت چند ماهش میسوزد. در نوارهایی که او بر رادیوی آزادی فرستاده است دیده می شود که کشتزار پختش پیش از وقت و از بی‌آبی شکفته است. این پخته‌زاران در جماعت گلشن ناحیه فرخار جای گیرند. آنها میخشکند اما کشتزاران پهلویش سبز و خرمند. با خدا به اوی رو شکفته او 65 هکتار نمیزگر نورما قطع کردیم. پخته‌کاران از تقسیم ناعادلانه آب شکوه دارند. میگویند که حتی شبها سر زمین می‌ایستند تا نوبت آب به آنها هم رسد، ولی چنین نمی‌شود. در اداره بهداشت زمین و آبیاری فرخار اقرار کردند که تا 20 روز پیش چنین مشکل وجود داشت ولی حالا حل شده است. سرور این اداره ادعای تقسیم نادرست آب را بین کشاورزان رد می‌کند. تقسیم اما دهقانا خود را نادرست آب تقسیم میکنند. این من مقصد آب ما گرفتم با آب رفتم بگیرم مقصد دیگه ما بیخیر میشد خیلی نوبت ها کنن که آب برسه. آب به اینجا در جویبارهای بتونی می آید. اکثر آنها ساخت دوران شوروی اند. شکاف و رخنه‌ها به تلف یافتن آب سبب می شود. زمان پخته‌زاران اینجا با نام ارتباز معروف بودند و با آبکش یا نساس‌ها آبیاری می شدند. این بار اول نیست که دهقانان فرخار از نارسایی آب شکایت می کنند. شکایت آنها هر سال با آمدن فصل گرما به گوش می رسد. دهقانان می گویند که از رئیس جماعت سرکرده تا دیگر ساختارها وضع را می دانند، اما تغییر رخ نمی دهد و کشاورزان پایان آب قریب همیشه با این مشکل روبرویند.